با 10 میلیارد تومان تو هاشمیه میشه خونه خرید. چی آب و هوایی بالای کوههای هاشمیه با یک ویو بسیار عالی از کوها، از مجتمع کوهسر، مجتمع خرید کوهسر. از هر کی بپرسی مرکز خرید کوهسر رو یا دیده یا اومده یا شنیده. حالا فرض کن خونت نزدیک این مرکز خرید تو این آب و هوای درجه 1 باشه. یک مجموعه کامل چسبیده به مرکز خرید کوهسر، 6 طبقه 6 واحد. بیاین بریم داخل ببینیم سازنده چی ساخته آقا. فک تاویزون میشه. پارکینگ مجموعه که 6 ماشین به راحتی اینجا پارک میشه و باز با مزاحمت خودش هر نفری میتونه یک ماشین اضافه هم اینجا پارک. این ویو رو نگاه کن، ویو درجه 1، لذت میبری. بریم داخل این خونه رو معرفی کنیم. 143 متر، 6 طبقه، 6 واحد، آشپزخونه بسیار دلواز که درب تراس رو به آشپزخونه واز میشه. باز این تراسش هم کاملا قابل چیدمان. سه خواب، یک مستر. این خونه تا دلت بخواد کمد داره، کمد دیواری، به قول مشهدی‌های خودمون اشکاف. تو اتاقاش پر اشکاف. تو این راهرو همینجوری. یه خواب اینجاست که باز همونجوری که اشاره کردم کمد. این اتاق خوابشه. یه خواب اینجاست. این خوابم به همین شکل. باز نورگیر رو اصطلاحاً بهش میگن خواب کودک و این خواب مسترش. چون ساختمان جنوبیه، هم از طرف حیاط نورگیرش خیلی عالیه، پنجره‌ها بلند، و هم از طرف خیابون، از دو طرف. بعد سازنده پنجره‌ها رو همه ترمال بریک کار کرده، میبینین دیگه. کمد تمام چوبه، درب‌ها تمام چوبه. خداییش سازنده عالی کار کرده تو این مجموعه. این حمامشه. اینجا سرویس بهداشتیشه. زیاد طول نمیکشه، به زودی هم طلا هم دلار میریزه. تنها چیزی که ارزشمند میشه مسکنه. آقا مسکن، خدا شاهد این آپارتمان قیمتش هم 10 میلیارد تومانه. کسی اگر بخره همین الان برده، چون تا شب عید اون فنری که اصطلاحاً میگن دست رو فنره و اگر برداشته بشه کولاک میکنه، چون الان ارزون ترین حالت ممکنه مسکنه. اگر کسی خرید داره واقعا حالا باید بخره، اینجا نه جای دیگه. واقعا خریدتون رو بکنین، نکنین اشتباه کردین. ما تو مجموعهمون سعی کردیم که سبد بچینیم، سبدهای مختلف تو مسیرهای مختلف، تو قیمتهای مختلف، برای افراد مختلف، مناسب هر شخصیتی ما فایل داریم. الان ما کارگزاری داریم، زمین ارزان قیمت، زمین باز مناسبتر تو حالت متعادل، زمین گران قیمت توی جاهای خوب شهر مشهد، و بعد تجاری. الان ما پروژه میثاق رو داریم که به زودی ویدیوهاشو میگیریم میذاریم، ویدیوی تکمیلیشو، و ما رو دنبال کنین، زنگوره رو فعال کنین، قرار اتفاقات خیلی خوشگلی بیاد.